bismillah, xolis niyatim hamroh. Nasib aylasa Alloh, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Borligimga sababim mehri ko'nglim tarafim, farzim qarzim sharafim. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Armon belim sindirib, yelkam uzra mindirib, Ka'bani aylantirib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Dunyodagi ishim shu, bolalik xohishim shu, eng shirin tashvishim shu. Onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Jannat onam poyida, otamning duoyida. Menga eng ulug' foyda, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Shu o'y tark etmas meni, bu fursat kutmas meni. Tavof qilib Makkani, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Barcha g'amlardan kechib, yelka qo'llarim quchib, kaftida zamzam ichib, onam hoji qilaman, otam hoji qilaman. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. Onam mening jannatim kalitisiz, otam mening yelkamda qanotimsiz. میرسد فوراً به گوشم الله‌های مادرم، زندگی رنگین برایم با دعای مادرم. روضه و رضوان جانم در نگاهی گرم اوست، شادی های روزگار من عطای مادرم. السلام علیکم بیننده های شبکه شهنان. امروز ما همراه شما طریق آینه نیروگین دیده و دیده رسیده ایستاده ایم. امروز آمدیم برای تبریک کردن خالجان عزیزم، معلمه چندین ساله مکتب میانه رقم 3، البته مادر فرزندان عزیز، زنی خاندان که هر سال در این خاندان یک یا دو مراتبه بزم و جمشیدی روزهای خرسندی است. البته برای تبریک کردن مولود خالم آمدیم، از نام فرزندانشان، از نام کمال الدین و آن لحظه های خرسندی را میخواهیم با شما به هم بینیم. تیار باشید، اگر آغاز میکنیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، مهمانان خانواده شادروان کامل پادشاه. هر سال کم از به یک مراتبه دو مراتبه در این خاندان بزم بالای بزم بود و حالا دوام داده ایستاده است. اینا ببینید که در این روز پرفیض، در این روز خرسندی، در یکی از روزهای بهترین که امروز زادروز خالجان عزیزم و اولاد خاله را جشن گرفته ایستاده ایم. بزم بالای بزم است. نبره شیرینشان را امروز
اولین مراتبه به خاندان بابا جانش همچون مهمانی چیلگریزان کرده ایستادند فرزند عزیزی زلاله خانم و بهزاد جان را. البته عزیزان باعثی جمعشوی ما برای تبریک کردن خاله عزیزم یک تا برایشان قرصک میزنیم پیشمون با تکلیف میکنیم. مرحبا والده خاله، مرحبا مرحبا. السلام علیکم خاله جان عزیز، امروز بزم زیبا را روز خورسندی را در خاندانتان مبارکباد میگوییم. زادروز را مبارکباد میگوییم. جشن مبارکی امروز روز تولد مبارک باشد. امروز از نام کمال‌الدین فرزند عزیزتان دادر عزیزم شما را تبریک میگویم. از نام دخترکان نازنین از همدیگر زیباتر از نام فاطمه و زهرا، مفتونه و خدیجه و البته از نام هلاله و زلاله شما را تبریک میگویم. گفتند که به جان برابری ما بعد از در گذشتن پدر ما یگانه انسانی که از حال و احوال ما خبر گیرد، در هر یک مشکلی در هر یک پستی و بلندی زندگی دستگیری میکردگی انسان به همه مشکل‌های زندگی ما همراهی ما کوه برین در پشت ما ایستادگی انسان مادری مهربانی ما چقدر کنیم کم است. برای ما چقدر زحمت کشیده، مهنت کرده، مهنتی حلال کرده، آموزگاری کرده ما را به وای رساندند. همراهی پدرم فقط برای بخت و تخت و دولت ما مهنت کردند. خدا با شکر که مناظر مادر ما همراهی ما هستند. صد افسوس که پدر ما امروز همراهی ما نیستند. خدا کند که عمری بر دوام پدر ما برای مادرم عطا کند و دم پیری و دولت پیری دیده ساق سلامت در سر ما گردند. و البته کمالدین تعیین به تعیین کرد که خالت و بیجانی من برسان که خودشان برای یک کلینی ارزنده و زیبنده را یابند. پر بردار مهنت کش و مهمان دوست باشد، چنان مانندی مادرم مانندی خودشان یک عروسی نازنین یابند. و البته دختران گفتند که مشو غمگین اگر دختر بیزادی، مشو غمگین اگر دختر بیزادی که با دختر بود پیوسته شادی. بسا دختر که صاحب تاج گردد و پیشش 100 پسر محتاج گردد. حالا جانی عزیز امروز شما برای فرزندان کتاب پند و اندرس ها دعاگوی هستید. من این ببینید که از دانکش هم مغز شیرین چندین فرزندها نبیره های شیرین در اطرافتان پروانه هستند. خدا کند که همین ماهای نزدیک و سال نمیگویم این ماهی نزدیک و برای کمالدین هم یک عروس نازنین بیاریم. باز این خاندان و توی و تنتنه روزهای خورسندی پایانداز باشد و انم خیلی مانندی کامل پاچه که دیاتان چه خیلی یک بزم زیبا رو میگذراندید انم خیلی باز بزمهای زیبا در این خاندان باشد. فرمودند صد جان و دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. بشنید گر صدایم دنیای سخت گشان، انگیزه شاید از الله های مادر. گر شعرک سرودم از بود از نبودم، در تینتم سرشته سوز و نوای مادر. مادر ما در مکتب هم در خانه هم برای ما آموزگار اولین ما هستند. برای که خط و تعلیم و تربیه را تمام هستی بودن را در زندگی کردن را برای ما آموزاندن. حاضر برای مادر عزیزمان البته از نام کمال‌الدین از نام فرزند عزیزتان از همه کتاب قیمت بهاترین که با نام کتاب قرآن است حتی مهمانان عزیز قرصک میزنه میسپاره. مرحبا. البته گلدسته های زیبا مبارک باشد. البته در اینجا خاله جان کمال‌الدین فرزند عزیز و اصیلتان یکو و یگانه خاندان در این پیری به عصای دستان لرزان شما برای شما توفه های ارزنده و زیبنده دارد. کمال‌الدین بیا کنه یک توفهات خودت گذران بیا پیش ما با مرحبا. مرحبا. البته برای مادری مهربان مادری غمخواست گرمت میزنم شاه دلم، مبارک باشد. حضورت خانه روشن میشود ماه دلم، هرچه میخواد دلم پیش تو پیدا میشود. این همه خوبی چجوری در دلت جا میشود. زادروز مبارک. مادر همه جان و تنم، شوق نفس کشیدنم،
موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم مادر همه جا رو تنم شوق نفس کشیدنم به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم دلیل زنده بودنم صدایت میکنم مادرم جانم فدای چهره معصوم تو هرچه میخوایی بگو من نه نمیگویم به تو مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدنم به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم مادر همه جان و تنم شوق نفس کشیدنم به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم دلیل زنده بودنم شیرینی زیبا را تیار کرده آوردیم. مرحمت تارت‌های زیبای پیش‌روان نزدیک‌تر می‌بیاریم. مرحمت کمال‌الدین عیاری من بیاد. البته کارت‌ها رو می‌گیریم. خاله جان عزیز خدا کند که سال آینده خدا ما همراه شده خانه خدا برای ما چلگریزان رویم خانه خدا برای ما الان خیلی بزم زیبا توی تنتنها با یک جای رفته برای کمال‌الدین یک عروس زیبا و ارزنده را آورده در خدمت شما شدن نصیب کنند روزی خرسندی مبارک حاضر از نام فرزندان خط جایتی کنی شما مرحمت تبریک میکنند و سمیه از نام نبیره ها بعد میرقصیم. السلام علیکم مهمانان و
و مزبان گرامی خداهای عزتمند، خوش آمده به درگاه بیکم نور دیده تاج سر. ایا مادر لبت در خنده باشد، گلی رویت چو مه تابنده باشد. برای زحمتی بر ما کشیدی، و پیشی پایت سر نهم ارزنده باشد. مادر جان عزیز الهیم 100 ساله باشه، همه وقت خوش و خرسند باشه. سرک انون دخترها فرزندکار نورکات و مساق سلامت کرده، هیچ وقت درد و غم نبینه. عمرکی دراز رزقی فراز از طرف خدا الله تعالی برای شما خواهانم. شما برای ما هم پدر و هم مادر هستید. مادرم دادی جوانی را به من، بخت طالع شادمانی را به من. خود گرفتی قبضه موی سفید، با همین نیت که دنیا با امید. بیا مادر جان، من میخواهم که در دل چه خیلی آرزو نیت ها داره، همه جامعه عمل پوشن. خدا خد او که یکم با هم یک کلمی ناز آورده خدمت که شما کده حضره که همون کلمه که میوردگی بینه، حضره که نیورکو کده بینه تاگی چون لقاقای همون که نیورکو و شیطان نصیب روزی گردن. خدا جان مادرم جان و دلم به تو جهان را چاک کنم. همه مهرم با توی من دیگران را چاک کنم. مادر عزیز الهی 100 ساله شده، بعد از آن پیر شده، همه وقت سفر مهم و شوق و سلامت کرده. السلام علیکم مهمانان عزیز و مهربان. اجازه دهید من از نام خاله هایم، از نام همه این نبیره ها آنا جان عزیز و مهربانم، آنا جان مهنتکش و زحمتکشم را با روزی زادروزشان از نام تبریک و مبارکباد نموده رحمت. البته از نام اولاد کلان بایوخا حاجیانت دلبرم من شما را به صحنه تکلیف میکنیم. مرحمت، سخنهای تبریکاتی را میشنویم. مرحمت. السلام علیکم خداهای برعزت، خداهای برحرمت، خوش آمده نوری دیده تاج سر. الهیم نورکاتون میهمانه که نو عمرش دراز رزقش پیروز و پای قدم پشتش یک گره خواهر دادرها شوند. الهیم خاندان خدا که خاندان دادرک ما فقط توی شود، رفت و آمدامون بردوام شود. الهیم فرزندکاتون قاری صالحه صالح شوند، هم دینی هم دنیاوی علمهای اگله کده خدمت خلق بشوند. الها پاک پروردگارا حضوری فرزندکاتون بینیم. با یک بار سلام علیکم عزیز مهمانان، صاحبان خاندان، جانک های عزیز، کلینکی مهربانم، خواهرکم. من هم تو روزای مهم نشان داده ایست و دنیا بوده که جبی که همتا فقط وارث الله شود. مهربان اللهم شکر حمد ثنا فقط برای پاک و پروردگارا همین روزای رسوندگیت و تشکر. این نظم دیگه پیغمبرامون اکثر که گزبتی که تاجگی ارادش قیم میشه موریسی، این پیغمبر آخر زمان سیبمونی مهربان پیغمبر حبیبامون مصطفی محمد صلی الله علیه و سلم بر درود صلواتامون. اللهم صل علی سیدنا محمد، اللهم صل علی سیدنا محمد، اللهم صل علی سیدنا محمد. الها بسم الله الرحمن الرحیم. تنیسیت خاطری جمع شکرانه نعمت. الها پاک و پروردگارا همین دماکای پریشان نکن. الهیم درگاهه کی کامل جان به خونیه کی کمال دین به. الهیم برکه پاک و پروردگارا بارون در بارون چین یک دارن اجابت شوه. مالده خوهرکم حضوری فرزندکاش نبینن. دولت پیری خدا تیشونه پروردگارو غیبتش دولت ده. خواهرک منم حج بروند، خون یک دوی میهمونی ارکه شوند.
فرزندکاش کوشه پیر شوند حضوری فرزندکاش نبنند در همین دقیقه قلب شما قلب مهان چی دسته الله اجابت کنه نیتکای نزدکامون فقط خدا ما خدا دکاتون ما همراه شود جنچکای عزیز هم جیاناتون هم روزی مادر از زکات مبارک شود الهام سرکی بیت از سنگ شود بیت اولا جنتی هستیم اولا خدا زور بیت مهنت کشنه الله هم نیت اجابت بگیره الهام فقط این بعد روزی نیت بینن دادرکمم جایکش جنت شود گناه کردمم هیچ هم اسپیت نکرد آمد و رفت روزی دو نکرشنوی ندیدیا لیکن شما اپشتش دعاگون شوی همه وقت شما دعا کنی اگر وای او دنیا با تینچ خمیره الهی جای رفتگیش جنتی فردوس شود آخرتش آباد شود جمع که گذشتگی اونم اینجا بشتگی میمونه که هم میبخش یکن این گپا هم زیسیم کیا تو گذشتگی باشن جیاکاشون جنت شود جنتی فردوس کنه الله گناهکاشون مغفرت کنه زاد روز مبارک شود غم کدی خرسندی یک جایه این علاج نیست اسم نامردنه ایسامون نمیبراییم تا زنده هستیم تا آخری نفسامون نمیگیریم نماشون تکرار میکنیم الله شما ها نکنم خوش پیش روی حضوری فرزندکات نمونی خونیکاتون به خدمتگار پروردگار گبردار شوی اله فرزندکاتون صالحه شوند بیکاتون خطی شده خطی کمال دین حج بفرستن الهیم همین روزای شما من میخواهم پاک پروردگار 99 به من صدقه شوم اله همین خوندام خیر برکتی همین خوندام روزای نیک دهیبه فقط روزای نیک داده اینم روزای نیکتی چکلاکی نو عمرش دراز شود فرزندکاتون نیوریکاتون حاکم شوند حکم شوند یرتباشی شوند اینا ازبکستان مکتب ایمان براد پشتی فرزندای شما نمی روزیه بریم الله به حمد صلاح محمد پیغمبر و درود صلوات اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد اللهم صل علی سیدنا محمد ربنا اتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار برحمتک یا الرحمن الرحیم اما تو روزای نیک بخوام الله اکبر رحمت حسین جانم کارش برکتی الله همین اولاد با نه فقط همین اولاد با بلکه بطور ازبکستان با استستان چید با همه وقت خدمت خلق با همه وقت روزای نیک شما یوتیوب براره کاراتون برکت خراب جان که دست داره آیم الهی اپشتی حسین جان حاجانه حاج باشدن در قلبکات چی که نیتکای نغزای اپشتکای فرزندکاشون اجابت شود روزای نیک آمد بخت و تخت همین خوندان با و همین مهمانو با حسین جان با جمعی که هم جستگی با روزای نیک حاجانه حاج باشدن خدا پروردگار رو میپرسم رحمت ساق باشه خوش آمده نوری که در تاجی کرد الهی ست ساله شده همه وقت خوش میاد تبریک کنم رحمت اینجا رحمانیت قرصک زنه مهمانو برای حاجیان مبارک باشد هلال بانو مرحمت السلام علیکم مهمانان عزیز خوش آمده من امروز آدروزی مادر مهربان و مادر غمخوار و بیجان الهیم 100 ساله شوه هیچگاه هم اندوه نبینه همه وقت سرکی ماهم با کوهی بلند شده سربلند شده گرده الهیم باقی مانده عمری دادم خدا شما با دادگی باشه او که یکی مهربانم با دادگی باشه الهیم 100 ساله شوه همه وقت شو خرسند گرده شاعر در گفته‌های خود بکاره نگفته که ایا مادر تو باشی خار نمیشم هزار درد هم رسد بیمار نمیشم کنارم باشی اگر مادری جان دیگر در این جهان افگار نمیشم اله 100 ساله باشه مادر جانی دعاگویم همه وقت روح ارواح دادیه که عزیز مهربانی دعاگوی مانه قلق دگرده رحمت مبارک باشد و البته این لحظه مهمانانی عزیز سرودهای شوخ میمانیم یک بار هم ما تمام مهمانانی امروز را خداهای عزیز
تمام امروزه مهمانانی که برای تبریک کردن این خانواده آمدن میرقصیم، خرسندی میکنیم. بزم امروزه را با یک شکوهی ایدانه میگذارونیم. مرحمت.
بیننده های عزیز ما، امروز ما در خاندان خدا رحمت کند شادروان کامل پادشاه خالجان عزیزم مالداخاله مهمان شدیم. آن لحظه های خرسندی، آن لحظه های بسیار هم شادمانی، اشک شادی، سورپریز ها را همراهی شمایان با هم دیدیم. این سورپریز را همراهی دادرم، همراهی کمالدین تیار کردیم و همراهی شمایان با هم دیدیم. با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید. بله. امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم، قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم. افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایان، بر جسم و جانم پروا نکردی، از جبر دنیا دوا نکردی، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم. با سرنوازی پرورد ما را، بحر جهان آرازی ما را، بی تو جهانم معنا ندارد، عمر جوانم معوا ندارد، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی، شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی. مادرم جان مادرم، شیرین زبانم مادرم، مادرم جان مادرم، ای مهربانم مادرم، شیرین زبانم مادرم، ای مهربانم مادرم. پای تو میشم مادر من،
فدای قلب زیبایی تو میشم مادر من و قربان سر و پایی تو میشم مادر من فدای قلب زیبایی تو میشم مادر من اگر یک روز من پیغام نداری تو شب آرام نداری اگر یک روز من پیغام نداری تو شب آرام نداری سببی فکر و صدای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من و قربان سر و پای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من هرگز مرا تو نازی بسیار که من نیستم سزاوار ماده هرگز مرا تو نازی بسیار که من نیستم سزاوار فدای لطف به جای تو میشم مادر من فدای قلب زیبای تو میشم مادر من و قربان سر و پای تو میشم مادر من